درود بر شما. مبحثی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم 0 تا 100 انتخاب رشته‌تونه. لطفاً با دقت گوش کنید و مباحث رو دنبال کنید، به خاطر که تا چند روز آینده جواباتون به طور قطعی میاد و باید انتخاب رشته درستی رو انجام بدید. اول از همه خدمتتون عرض کنم که میخوایم توی این ویدیو چه چیزهایی بگیم. ما میخوایم توی این ویدیو 0 تا 100 انتخاب رشته رو از خوندن کارنامه، از سهمیه ها، از انواع گزینش، انواع دانشگاه ها و کلیات انتخاب رشته رو براتون به صورت کامل توضیح بدیم. خب اولین چیزی که باید بهتون بگم این که بچه‌ها انتخاب رشته معجزه نداره. یه اصولی داره که اگه اون اصول رو به درستی رعایت کنید میتونید یه انتخاب رشته خوبی داشته باشین که آینده ساز بشه براتون. مطالبمون با یه سوال شروع کنم. اول اینکه آیا انتخاب رشته انجام بدین یا نه؟ اگه انتخاب رشته انجام میدین محروم میشین یا نه؟ دقت کنید، شما کارنامه‌تون که میگیرین نگاه میکنید ممکنه که بترسید که آیا انتخاب رشته بکنید یا نه. اینجا باید به این سوال پاسخ بدم که بله قطعا انتخاب رشته‌تون رو انجام بدین، ولی به یه سری نکات توجه کنید. 2 تا مورد هست که ما رو از آزمون دادن، کنکور دادن سال بعد محروم میکنه. اولیش چیه؟ اولیش اینه که اولین مورد اینه که ما دانشگاه‌های روزانه قبول بشیم. روزانه صرفاً با آزمون سراسری، یعنی با کنکور. یعنی اگه شک داریم که ممکنه این روزانه رو بریم یا نریم، این رشته رو بریم یا نریم، قطعا انتخاب رشته نکنیم. دومین مورد، پزشکی، دندان، دارو و دام پزشکی که چه روزانه چه آزاد، کلا علوم پزشکی هایی که شما بیارید و اگه انتخاب بشید و نرید از کنکور سال بعد محروم میشید و مجددا بعد سال بعدش کنکور بدید. پس نکته مهم، 1 روزانه‌ای که شک داریم و نزنیم، اونم تو هر رشته‌ای فرقی نمیکنه. 2 پزشکی، دام پزشکی، دندون، دارویی که شک داریم و نزنیم. خب بیایم با هم راجع به انواع انتخاب رشته هم صحبت کنیم. ما چند نوع انتخاب رشته داریم؟ 1 انتخاب رشته با آزمون سراسری. 2 انتخاب رشته با سوابق تحصیلی. 3 انتخاب رشته دانشگاه آزاد که این تو سایت دانشگاه آزاده. 4 انتخاب رشته دانشگاه آزاد با سوابق که هر کدوم مثلا یه نکته دارن. مثلا این که انتخاب رشته با آزمون سراسری باید توش میتونید 150 تا خودرشته انتخاب کنید. انتخاب رشته با سوابق هم همینه. یه نکته خیلی مهم، اگه شما آزمون داده باشین 150 تاتون رو باید توی یه دونه انتخاب رشته انجام بدین. توی دفترچه سوابق داریم، آزمون تحصیلی هم رشته داریم، میتونید دوتاشو با هم انتخاب کنید. اگه نه آزمون نداده باشید با سوابق تحصیلی رو از توی دفترچه اون 150 تا انتخابی که دارید فقط همین بر اساس سوابق تحصیلی انجام میدید. پس این دوتا 150 رشته دارن، یعنی حق انتخابتون 150 تاست. توی دانشگاه آزاد اگه بخوایم با آزمون انجام بدین 100 تا خودرشته اجازه داریم، اما با سوابق تحصیلی صرفاً 20 تا. که برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد پایین کارنامه‌تون یک کد هست که با اون کد وارد سایت دانشگاه آزاد میشین و انتخاب رشته‌تون رو انجام میدید. حالا الان این انتخاب رشته‌ای که ما داریم درباره‌اش توضیح میدیم درباره کنکور، یعنی انتخاب رشته با آزمون و با سوابق. دانشگاه آزاد هم تقریبا همینطوریه، فقط یه مقدار متفاوتی که من توی پست بعدی براتون توضیحشو میدم. خب مورد بعدی که ما توی کارنامه میبینیم اون رتبه تو سهمیه ها. یه چند تا ستون داریم، رتبه کل در سهمیه، آخرین رتبه موجود و رتبه کشوری بدون اعمال سهم.
کدوم رتبه برای ما مهمه؟ رتبه کل در سهمیه برای ما مهمتره، چون انتخاب رشته‌مون بر اساس این مورد انجام میشه. توضیح بخوام براتون بدم، رتبه کل در سهمیه مثلا می‌نویسه که 3195 در مثلا انقدر. آخرین رتبه مجاز یعنی چی؟ یعنی که آخرین رتبه‌ای که تونسته توی رشته‌ها، توی روزنامه‌ها انتخاب رشته انجام بده. و رتبه کشورتون هم که بدون اعمال سهمیه. انواع سهمیه رو بخوام براتون توضیح بدم، سهمیه 25%، 5% و مناطق. سهمیه 25% برای جانبازان 25% به بالا و همچنین خانواده ها فرزنداشون، همسر و فرزندشون. 5% رو برای 25% به پایینه و همسر و فرزندشون. مناطق هم که هر کدوم از مناطق 1 و 2 و 3 سهمیه خاص مربوط به خودشونو دارن. یه نکته اینجا بهتون بگم تا یادم نرفته، شما اگه پزشکی، دندون، دارو، دام آزادم بخواین انتخاب کنید، باید توی دفترچه سراسری این انتخاب انجام بدید. یعنی توی همون 150 تا کد رشته‌ای که تو انتخاب رشته با آزمونتون انجام میدید. نکته بعدی که باید بهتون بگم، اگه شما با آزمون بخواین انتخاب رشته‌تون رو انجام بدین، باید از بین کل رشته‌هایی که فقط مختص به رشته خودتون انتخاب کنید. یعنی مثلا اگه کنکور تجربی دادید، باید صرفاً پزشکی، دندون، دارو و رشته‌های پزشکی رو انتخاب کنید به علاوه شناور. ولی اگه شما بخواید با سوابق تحصیلی این انتخاب رشته‌تون رو انجام بدین، شما میتونید هر رشته‌ای که خوندین، هر رشته‌ای که دوست داشته باشین توی دانشگاه برای خودتون طبق دفترچه انتخاب رشته کنید. نکته بعدی که برامون خیلی مهمه اینه که چرا رتبه کل در سهمیه برای ما مهمه. بچه‌ها به خاطر اینکه انتخاب رشته ما بر اساس رتبهمون توی جمعیت انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا یه رشته‌ای 100 نفر ظرفیت داره. از این 100 نفر 30% میره برای سهمیه ایثارگران که همون 5 و 25، 70% بقیهش بین جمعیت مناطق به صورت مساوی تقسیم میشه. مثلا میگن که چی؟ مثلا میگن 30% از این 70% بین جمعیت منطقه 1 تقسیم میشه، مثلا بقیهش بین منطقه 2 و 3 تقسیم میشه. اینطوری به صورت مساوی دیگه بین جمعیت انتخاب رشته ها انجام میشه. اینم در نظر بگیرید که اگه سهمیه ایثارگر داشته باشین، 2 تا رتبه براتون میاد. یه دونه همون رتبه در سهمیه‌تون، یه دونه رتبه در سهمیه منطقه که باز کدوم برای شما مهمه؟ رتبه در سهمیه. یه نکته هم برای بچه‌ها که کنکور زبان و هنر دادن، دقت داشته باشید وقتی که کارنامه شما بیاد، توی همون کارنامه‌تون 2 تا کادر جداگانه داره برای کنکور هنر و زبانتون که اومده درصداتون و رتبه‌تون رو مشخص کرده. اما اینو در نظر بگیرید که انتخاب رشته‌تون بین همون 150 تا رشته‌ای که با آزمون انجام میدینه. مورد بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم و یکی از نکته‌های بسیار مهمه و خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن، نوع گزینشه. ما یه گزینش بومی داریم، یه گزینش غیر بومی. گزینش بومی یعنی چی؟ گزینش بومی تقسیم میشه به بومی استانی، بومی ناحیه‌ای و بومی قطبی. حالا هر کدوم از اینا یعنی چی؟ هر چند تا استان یه ناحیه و هر چند تا ناحیه یه قطب. دلیلش رو براتون بگم. ببینید سازمان سنجش برای اینکه بیاد رفت آمد بین شهرها رو کم کنه، چون بالاخره خوابگاه نداره و مشکلات فرهنگی و این چنینی پیش میاد، اومده یه کاری کرده که شما بیشتر توی شهر خودتون قرار بشین. به خاطر همین انتخابتون رو توی شهرها بیشتر کرده و اینکه احتمال قبولی شما تو شهر خودتون خیلی بیشتر از قبول شدنتون توی ناحیه شهر دیگه است. اینا اگه بخوایم بدونید که شما کدوم قطب و ناحیه هستین، بالای کارنامه‌تون نوشته که کدوم ناحیه و قطب هستین و کجاها میتونید انتخاب رشته‌تون رو انجام بدید. خب مورد بعدی نحوه گزینشه. چند نوع گزینش داریم؟ روزانه، نوبت دوم یا شبانه، غیر انتفاعی، پیام نور، آزاد، پرداز خودگردان، شهریه پرداز. بچه‌ها دقت داشته باشین، شبانه به منظور این نیست که شما باید شبا درس بخونید، چون خیلی از بچه‌ها توی کارمیانه از ما میپرسن. شبانه منظورش اینه که شما پیش همون روزانه ها میشین اما باید پرداخت شهریه داشته باشین. میخوام راجع به گزینش ها باهاتون صحبت کنم.
روزانه توی دفترچه جلوی کل رشته‌ها نوشته که هر کدوم از رشته‌ها گزینششون چجوریه. مثلا بینایی سنجی به صورت کشوری، پزشکی به صورت ناحیه‌ای. نوبت دوم شبانه‌ها بومی استانی هستند. آزادا کلاً کشوری هستند، غیر انتفاعی یا ناحیه‌ای هستند، پردیس مجازی، پردیس خودگردان مجازی و شهری پرداز هم که کشوریه. حالا شاید بپرسین چرا بعضی از رشته‌ها کشوری هم؟ به خاطر که دانشگاه محدود داره اونا رو ارائه میده، به خاطر که بین بچه‌ها تو بر حقشون اتحافی ایجاد نشه میان کشوریش کنن که همه بتونن اون هر کسی که میخواد اون رشته رو بخونه. و نکته مهمتر، چرا ما باید این بومی ها رو بدونیم، این گزینش ها رو بدونیم؟ شما فکر کنید مثلا ما 150 تا کد حق انتخاب داریم ولی انتخابای ما 180 تاست. ما باید 30 تا از اون 180 تا رو حذف کنیم که بتونیم 150 تا پر کنیم. حالا کدوما رو پر میکنیم؟ اونایی که توی بوم و ناحیه ما نیستن و احتمال قبولی ما توش خیلی پایینه. راجع به سهمیه ایثارگران یعنی همون 25% و 5% هم بخوام براتون بگم، شما توی دانشگاه‌های روزانه فقط یک بار اجازه یعنی حق استفاده از این سهمیه رو دارید، فقط هم تو روزانه ها. توی غیر انتفاعی و شبانه ها و حالا پردیسا میتونید امسال واسه یعنی 2 سال میتونید ازش استفاده کنید. اینم در نظر داشته باشید که اگه انتخاب کردیم و محروم شدیم و قبول نشدیم سهمیتون سر جاشه و نمیپره. راجع به دوره ها براتون یه مقدار صحبت کنم. همونطور که گفتم روزانه، شبانه یا نوبت دوم، پردیسا، خودگردان ها، غیر انتفاعی ها و پیام نور. راجع به روزانه ها بخوام باهاتون صحبت کنم، بهترین نوع قبولیه، قبولیش با آزمونه، محرومیت داره، مدرکتون آزاد نیست، تعهد دارید شما به اون دانشگاه، یعنی که مثلا اگه بخواید از کشور خارجی نمیتونید یا باید مدرکتون رو بخرید یا مثلا فکر کنم 2 برابر اون سال تحصیلتون به دولت خدمات داشته باشید. شبانه یا نوبت دوم همون روزانه است، یعنی شما پیش بچهای روزانه میشینید، فقط خوبیش اینه که مدرکتون آزاده، یعنی این نوع قبولی بهترین قبولی برای مهاجرته، چون مدرکتون آزاده و نیازی نیست براش یا پولی پرداخت کنید یا تعهد خدمتی داشته باشید. اینم بگم که دانشگاه‌های روزانه بهتون خوابگاه میدن ولی شبانه ها و غیر انتفاعی ها و پردیسا خوابگاه ندارن، باید به دنبال خوابگاه‌های خودگردان باشید که هزینه خوابگاه خودگردان بیشتر از خوابگاه‌های دولتیه. راجع به پردیس خودگردانه بگم بچه‌ها، پردیس خودگردان از سال 99 برای رشته‌های علوم پزشکی اسم شده شهریه پرداز. یعنی اگه شما جای شنیدید شهریه پرداز بدونید همون پردیس خودگردان. پردیس خودگردانی ها مدرکشون مثل مدارک روزانه است، تنها تفاوتش اینه که شهریه‌اش از شبانه خیلی بالاتره و اینکه شما بازم پیش بچه‌های روزانه درس بخونید مگر اینکه کلا دانشکده‌شو جدا کرده باشن برای ظرفیت‌های بیشتر. مدرکتون هم که آزاده، میتونید اگه خواستید مهاجرت کنید. راجع به غیر انتفاعی بخوام صحبت کنم، غیر انتفاعی مدرکش معتبره، رنگ بندی داره، خوابگاه نداره، مدرکش آزاده و خیلی وقتا بدون کنکور دانشجو میگیره. راجع به پیام نور هم بخوام صحبت کنم، شهریش کمتر از غیر انتفاعی، مدرکشون آزاده ولی خب مدرکشون قدر معتبر نیست، بیشتر برای پسرایی که سال دوم کنکورشونه توصیه میشه که نخوام برن سربازی. راجع به اعتبار بخوام بهتون بگم، اعتبار مدرک روزانه، شبانه و پردیسا تقریبا توی سطحن، اول روزانه بعد شبانه بعد پردیسا و بعدش آزاد و غیر انتفاعی و پیام نور. راجع به شهریه بخوام بهتون بگم، آزاد خودگردان ها، پردیس خودگردان ها، آزاد، غیر انتفاعی شبانه و پیام نور. خب رشته‌های متمرکز و متمرکز با شرایط خاص چیه؟ متمرکز یعنی اینکه شما آزمون میدین و تمرکزتون برای قبولی روی آزمونی که دادین، ولی با شرایط خاص. متمرکز با شرایط خاص به این معنیه که شما بعد از اینکه قبول شدین یه مصاحبه هم دارید که بعد از اون گذر کنید. خب صحبت کنیم راجع به رشته‌های بورسیه. رشته‌های بورسیه‌ای اولا که مصاحبه دارن، از همون اول حقوق میدن مثل فرهنگیان مثلا، بعد تفکیک جنسیتی داره، تعهد خدمت داره، مثلا شما باید 1.5 برابر مدت تحصیلتون برای دولت کار کنید و اینکه اگه بخواید از این دانشگاه انصراف بدین 2 برابر هزینه پرداختتون برای شهریه باید هزینه پرداخت کنید.
دانشگاه‌هایی هم که این شرایط رو دارن رو براتون حتما توی کپشن می‌نویسم. بریم راجع به جزئیات انتخاب رشته با هم صحبت کنیم که چجوری این کار رو انجام بدیم. اولین موردی که میخوام بهتون بگم اینه که بچه‌ها این که شما بالاتر بزنید قطعا به منزله قبولی شما نیست. حالا هر چقدر که بالاتر بزنید نفرات قبلی شما میان اون محاسبهشون انجام میشه بعد به شما میرسه. مثلا اینکه اگه یه رشته‌ای رتبه 1000 تو کد رشته 150 زده باشه، شما که 1001 تو کد رشته 1 زده باشی اون 150 رو قبول می‌کنن، به خاطر که رتبه 1000 از بالا تا پایین کد رشته‌هاش بررسی میشه، بعد از اون میاد سراغ رتبه 1001. چیزی که شانس قبولی شما رو کم میکنه حذف کردن یه رشته، مثلا یه کد رشته رتبه 1000 نمیزنه، رتبه 1001 اگه اون رو بزنه خب قطعا چون 1000 نزده قبول نمیشه دیگه، رتبه 1001 اون رشته رو قبول میشه. پس اینجوری نباشه که برای افزایش شانستون بیان اون رتبه های بد رو ببرید بالا که بگید حالا قبول میشیم و از این حرفا. نکته رشته های مصاحبه دار بذاریم بالا، این دیگه بستگی به خودتون و هدفتون داره، ولی اینو بدونید که اگه اون اول بذارید و قبول بشید دیگه رشته های پایینی رو بررسی نمی‌کنه. چجوری باید انتخاب رشته کنیم؟ بچه‌ها ما معمولاً 30 تا کد رشته رویایی انتخاب می‌کنیم، 70 تا واقع بینانه، 50 تا قطعی. یعنی مثلا این بالا رو یکی میخواد پزشکی مثلا تهران رو بزنه، یکی میخواد مثلا 70% رو بعد بیاد مثلا شهرهای نزدیک رو بزنه، ولی اون چیزی که قبول میشه و قطعیه رو این پایین میزنه. اما این چه زمانی؟ وقتی که رتبه ما خیلی نرمال باشه. اگه ما لب مرز باشیم که نمیایم 30 تا رویایی انتخاب کنیم، میایم 70 تا واقع بینانه انتخاب میکنیم، 80 تا قطعی که اینو نشد این بشه حداقل. بچه‌ها رویایی شما وقتی لب مرز هستین و رتبه‌تون خوب نیست قطعا قبول نمیشه. حالا اگه باز اینجا بخواین حذف کنید چیکار میکنید؟ اینجا میاین از بالا و واقع بینانه هاتون حذف کنید. چرا؟ چون احتمال قبولی این 80 تا پایینی بیشتره، پس اینا رو میبریم بالاتر، یه سری قطعی دیگه به اینجا اضافه میکنیم. اینو حتما در نظر داشته باشید. این نکته رو در نظر بگیرید که شما هر رشته‌ای که انتخاب کنید و بالاتر زده باشین و قبول بشه دیگه رشته‌های پایینی شما بررسی نمیشه. کارنامه سبز هم مثل قبل دیگه کاربرد نداره که مثلا به شما بگه اولویت 20تون تایید شده ولی اولویت 64تون هم قبول میشید، میتونید برید دانشگاهتون عوض کنید. دیگه اینطوری نیست بچه‌ها، به این خیلی دقت داشته باشید. یه سری نکته میگم برای بچه‌هایی که لبه مرزی دارن انتخاب رشته میکنن. اول اینکه رویایی انتخاب رشته نکن، شما باید انتخاب رشته‌تون واقع بینانه و واقعی باشه، اصلا سمت رویایی ها نرو. دوم که اگه میخوای حذف کنی از ناحیه خودت حذف نکن، ناحیه بقیه ناحیه‌ها رو حذف کن که احتمال قبولی تو ناحیه خودت خیلی بیشتره تا ناحیه‌های دیگه. مورد بعدی این که بازم اگه میخوای حذف کنی بیا از بالا حذف کن، همونجوری که گفتم احتمال قبولی پایینی‌ها برای تو خیلی بیشتره تا بالایی‌ها. مورد بعدی حذف دوره‌های بی‌هزینه، یعنی اونایی که هزینه ندارن رو حذف کن، بیا شبانه‌ها غیر انتفاعی‌ها رو انتخاب کن مثلا با عنوان مثال. مورد آخر هم که نیم سال دومی‌ها رو حذف نکن. بچه‌ها نیم سال دوم با نوبت دومی‌ها رو اشتباه نگیرید. نوبت دوم یعنی دانشگاه شبانه، نیم سال دوم یعنی کلاسایی که از بهمن ماه شروع میشه، از مهر شروع نمیشه و احتمال قبولی شما توی این نیم سال دوم بیشتره برای بچه لبه مرزی. چند تا نکته دیگه هم بهتون بگم. اولی که تو انتخاب رشته میتونی هر چند تا رشته که میخوای انتخاب کنی، یعنی کمتر، یعنی تو تا 150 تا میتونی انتخاب کنی، کمتر هم میتونی، اما تو کامل پر کن. فقط اینو در نظر بگیر که محرومیت نداشته باشه. نکته بعدی اینه که اگه به رفتن به دانشگاه روزانه‌ای با آزمون، تاکید می‌کنم با آزمون، شک داری اون رشته رو نزن، چون اگه قبول بشی سال بعد محرومیت تو کنکور داری. یه موضوع هم که میخوام بهتون بگم بچه‌ها، شبانه‌های شهر خودتون گاهم بهتر از روزانه‌های شهر دیگه است. یه مثال بزنم، مثلا من کاشانم، شبانه کاشان آوردن روزانه قم. این مثال ها، روزانه قم
بعد خب من 10 تومن میخوام شهریه شبانه خودم رو بدم، حالا تا قم برم، خوابگاه بگیرم، هزینه غذا هست، بالاخره شما تو شهر غریبین دیگه، هیچی نده. اینجا خب شهریه پرداخت کنید خیلی بهتره تا اینکه حالا برید یه شهر دیگه، مگه اینکه شهر دیگه براتون حالا رشدی بیاره، باعث پیشرفتتون باشه، اینم در نظر بگیرید. بچه‌ها به امید انتقالی رشته انتخاب رشته نکنید، چون خیلی سخته، یعنی واقعا خیلی سخته و خیلی وقتا امکانش نیست. همونجوری که گفتم کارنامه سبزم مثل قبل دیگه کاربرد نداره و اینجا واقعا شما به مشکل میخورید. یه سوالی که بچه‌ها توی استوری من پرسیدن اینه که چند تا رشته رو میتونیم با هم تحصیل کنیم؟ قطعا نمیتونید، مگه اینکه برید دانشگاه، توی دانشگاه معدلتون بالا باشه و نمره الف باشین، اون موقع یه سری درخواستا میدین، اجازه میدن حالا مثلا یه رشته دیگه بخونید و شما 2 رشته ادامه تحصیل بدید. راجع به رشته ها باهاتون صحبت کنم. شما باید ملاک داشته باشید برای شناخت رشته ها. چند تاشو براتون مینویسم. بچه‌ها همونجوری که براتون گفتم ما باید رشته ها رو بشناسیم و بدونیم به درد ما میخوره یا نه. اولین مورد و ملاکی که باید بدونیم اینه که آیا این محیط کاری رشته‌ای که ما انتخاب میکنیم به درد ما میخوره یا نه. مثلا من میخوام حقوق بخونم، اصلا به فیزیک و به حالا اون شرایط ذهنی من میخوره، من میتونم از حق دیگران دفاع کنم. من میخوام روانشناسی بخونم، من میتونم ساعت‌ها بشینم جلوی مراجعم باهاش صحبت کنم، حالشو بهتر کنم. همه اینا رو باید در نظر بگیرید. مورد بعدی امکان ادامه تحصیل رشته تو مقاطع بالاتره. آیا من این رشته رو انتخاب میکنم اگه بخوام تا دکترا بخونم میتونم؟ امکانش هست؟ شرایط اپلای برای بچه‌هایی که میخوان از ایران برن، آیا این رشته‌ای که میخونم به درد میخوره؟ مثلا میگم الان امروز پرستاری خیلی به درد اپلای میخوره، روانشناسی به درد اپلای میخوره، حقوق به درد اپلای میخوره، ولی خب یه سری آزمون ها داره، بعد این چیزا رو در نظر بگیرید. مشاغل مرتبطه، اگه من یه رشته خوندم خودش شغل نداشت، خودش برام در کسب درآمدی نداشت، من میتونم مثلا به مشاغل دیگه که نزدیک بهش روی بیارم، مثلا میشه. مشاغل مرتبطی داره. مورد بعدی نوع کار، خود اشتغالیش، استخدامیش. مثلا اینکه من میخوام روانشناسی بخونم، حالا من روانشناسی مثلا میذارم، خودم میتونم کار کنم، من خودم به صورت آنلاین میتونم کار کنم، خودم میتونم تو کلینیک کار کنم، خودم تو دفتر خودم میتونم کار کنم. استخدام منو میکنن جایی، مثلا مدیریت بانک خونده باشم، بانک من استخدام میکنه. مورد بعدی بازار کار فعلیش و آینده است. این خیلی مهمه. الان در حال حاضر رشته‌ای که انتخاب کردم آینده داره؟ در حال حاضر من میتونم باهاش کاری برای خودم انجام بدم یا نه؟ مورد آخرم درست دانشگاه. باید دقت کنیم چون درست دانشگاه چجوریه، سخت آسونه، به ما میخوره. همه اینا رو باید در نظر بگیریم بچه‌ها و فقط به درآمد و کسب درآمد فکر نکنیم. یه سری رشته‌های مناسب اپلای هم بهتون بگم. توی رشته تجربی، پرستاری، داروسازی، علوم‌های مثل زیست‌علمی، مولکولی، توی انسانیات، حقوق، حسابداری، روانشناسی، توی ریاضیات، برق مکانیک، کامپیوتر، عمران. و آخرین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، توی انتخاب رشته بچه‌ها گاهن یهو توی دفترچه اصلاحیه میاد. اون اصلاحیه ها رو حتما بهش دقت کنید. خیلی وقتا مشاوران بهش دقت نمی‌کنن، ولی یه دفعه براتون یه ظرفیتی پر می‌کنن، یه رشته اضافه می‌کنن که شما ممکن ازش خبر نداشته باشید و بقیه بچه‌ها بدونن و خب اون استفاده کنن و درصد قبولیشون هم میره بالا. حالا در مورد انتخاب رشته هر سوالی دارید میتونید از من بپرسید، من بهتون جواب میدم. به صورت حضوری در کرج و به صورت آنلاین انتخاب رشته براتون میتونیم انجام بدیم و اینکه این کامل این ویدیو رو براتون توی یوتیوب میزنم، حتما برید نگاه کنید و از نکاتش استفاده کنید.